جماعت دیهوت کامسامول بود سال 1936 در همین منطقه تأسیس یافته است. در وقت اویگر توتوچیکو بوده در یک وقت همین جماعت رو تشکیل کردن. این یک مرکز بوده پنبچی با نام پنبچی بود. همینجا کامسامول بود یک برند نامگذاریش کردن. سال 2021 21 ایون کامسامول بود با مهربود عوضی نام کرد. اگه با هم مقصد کردن که یک مهر محبت در دل همین مردم هست است، یک آسودگی است، یک آسایشتگی است. برای همین مهربان نام گذاشتن. این هم با تکلیف همین مردمی همین توجهی وی کردن. جماعت دیهوت مهربان پیش با نام جماعت دیهوت کامسامول معرفی بود. این جماعت دیهوت در مرکز معموری سابق ناحیه جایگیر شده بود. پس از آن با عوض کردن نام‌ها با تاجیکی ضرورت شمردند که جماعت دیهوت جماعت مهربان، یعنی که مردم به یکدیگر مهر ورزند، به یکدیگر دوست و رفاقت کنند. به همین خاطر جماعت رو جماعت مهربان ناماندند و دهه هم که دهه کامسامول نام با دهه مهربان تبدیل دادند. امروز خوشبختانه گمان میکنم که این نام بسیار زیبنده است. مردم به یکدیگر بسیار مهری صمیمی دارند. در همین دهه زندگی میکنیم. زندگی ما اساساً زنبول پروری، چاروداری. بعد اینا از اول بهار ما در همین دهه با طریق حشر دو تا تیمخانه ایلوگی در نزد مکتب همین میانه بود تشکیل کردیم. انا سه تا چاهای عمودی با که چقریشون 45 متر است آب برآوردیم. انا با طریق حشر قطعی تالار ورزشی راست کرده شدیم. زندگی ما اساسش همینه. از شغل اساسی زندگانی مردم ما همین چاره‌داری و کشاورزی است. در این زمینه بیشتر واضح از پنبچی یادآوری کردیم. نام همین منطقه پنبچی بوده است. بیشتر برای اون پنبچی بوده است که در همین زمین‌های دشتی، این پایین‌های همین قشلاقو پختن می‌کاریدستند. و خیلی بعد این یک دوره می‌کاریدستند با همین با برهم خورده. شغل اساسی کشاورزی حوزه اینجا همین کارتوشکا پروری است، غله‌کاری است. باز دیگر سبزیجاتی که برای هر روز در کار. چاره‌داری یکی از سوهای شغل‌پروری مردمی همین ناحیه نورآباد به شمار می‌رود، مخصوصاً جماعت دیهوت مهربان، زیرا ما کوه کمرهای زیاد داریم که فصل تابستان همه این مال‌هایی که و بیرون از شیر جوشی و دیگر هستند اونها را به اونجا میبرند که آنها باید در اونجا باز وزن زیادتی گیرند و این باعث روزگذرانی مردم هم میگردد و مردم همین چیز را بسیار استفاده خوب میبرند. عموما زندگی مردم همین جماعت دیهات شکرانه صاحب استقلالی کشور و سیاست خردمندانه جناب عالی امروز مردم بسیار در یک فضای آرام زندگی میکنند. آنچه که از دستشون میآید کدام شغلی را که برای خودشون پسندیده است میکنن برای روزگذرانی خویش. در دهه بیچاره زندگی معنا هم ندارد. کسی زندگی میکند خیلی در شرایط ما نسبتا تنگ است، هم یک مقداری معین یک گاو دو گاو 6 7 گوسفند 10 گوسفند با حساب اونا میخرن. خیلی چاره‌دارایی هستن که مال بسیار دارن، گاو بسیار دارن، با حساب میونا مردم اصولا همه یک مقداری معین قای زندگی میکنن. به این معنیش نیست که در قشلاق به گاو زندگی کردن. بهار این سال یک عجایب اومد. زمستون نشد. در همین 3 سال ما کردیم همه خیلی به برفی ندیدیم. تماما زمستون نشد. بهار بر وقت اومده. بدن همه خیلی سالایی که چند سال پیش با فیلم سال 2013 بود برای نوروز جشن گرفتن ما برف را رفتیم جوک شدیم و بعد نوروزی جشن گرفتیم. باز تماما زمستون برف نیست. بهار بر وقت اومده است. هر سالی خودی برف های تاموی اپریل ایجاد برف های کشتکار
دیر سر میشه. یعنی سال که برف خیستگی ما کشتکار سر کرده است. دیهای ما در قریب یک 1100-1200 اویله زنبور است. زیاد است کم نی. ای تیرامو خیلی خروکش موندن در کار، محکم کردن در کار. گرد بناش با بر وقت ترک اگر برف بسیار باشه، خوک زدن در کار که همون بالاش سیاه باشه. بفهمه که این بار شده است همون زنبورم. اسپاورا هستند در بو قشلوق‌ها هستند که تماما اسب ندارند. شرایطشون نیست. در تگرمی اسپاورا رو بسیار هستند، در لنگر بسیار هستند، در پندوچی هستند خوجگی‌ها که به همین اسب من خیال میکنم که زندگی کردن نمیتونن. یک شغلی خوبی ورزیده همین دیه‌های ما است، مردم ما است، اسپاوری بزکشی. در تویومون، در معرکه همون، در همه کارمون همه کلچچک میکنیم و فرزندوم سوغاتی روی میکنیم و خشت و خبرگیری بریم میکنیم. و که بویا و بویامون همون پیش همه خیلی اومدگی میده با ما فرزندوم همه خیلی رهبری میکنیم که این همه دستی همه بوی بویامون فراموش نشوه همه یار بکنن. این کلچای میده فکر میکنم که در همین منطقه هست، بود در همین منطقه، در همین نویه و در همین جماعت ما بسوده. همین نونوی مایده را مردم ما برای معرکه هاشون، برای تو تماشاشون، برای مهمونشون البته میکنن. این یک عادت خوبی مردم ما است. این با همه چیز میخریم. اینا مسکه دام میخریم، جیرگوت دام، قایمق دام، قانچوی دام، بسیار با مزه قانچوی دام. بهترین با مزگی با همه قانچوی میکنن میخرن. این هم بستنش آسونه. وای اینا مثال بسیاری آدمو 8 تا همین دست میگیرن میبندن. بسیارش با میگه خیلی او خیلی بزیبای یک تا با میبندن هم قخشرو میویا. نونم خشرو اینم تا گردچوی کلون فتخمیروی کلون تا میبندیم. تا با مزه خشرو با خامترش توز میکنیم، چپوتیای خشرو کلون میکنیم با رفیدوی 3 وجبه 4 وجبه هم تا خشرو میکنیم. بانوانی همین جماعت دهات بانوانی هستند که بسیار هنر کدبانوی خوب دارند، بسیار نانهای خوب میپزند. از جمله کلچه‌ای که امروز شهرتی قریب که بگیم بیرون از کشور کسب کرده است، مخصوصا در همین مردم جماعت دهات بسیار رواج یافته است و همه ساله با طرزی نو با یک لذت دیگر پخت و پس کرده میشه. همه فرزندوم نه هممون نوشون میتین، کیلونو را نوشون میتین، فطیری تهچر میکنیم، همون تا فطیری با اون کورک میکنیم و یا فطیر شکرو میگیم، برای شکرو میکنیم، زولا میگیریم، اوشوی بوریک میکنیم. همینطوری همی بوی بویامون همی خیلی میکردن، ما را هم خیلی کرده و رفته سودیم. اولا 10 قوپی میکنیم، حوزی همی 2 قوپ میکنیم، 3 قوپ میکنیم، کم میکنیم. این تا بسیار نمیکنیم اکل. در یک روز یک جای بند جمع گیر میشیدیم تا 10 قوپ هم میکنیم. همی تو پگویی روز میکردیم تو ساعت های 5 علاو روزگارش روز میکرده، بندندش علاو میبست، بروندش میبرد میدود میبستن. اوروغان کنش اوروغان میکرد کرسونو در 10 قوپو میگرفتیم.
همه اگر پشتش غاز می اومد با یک تا پشتویی را با توزه میکنیم، سرچوب قطعی با توزه میکنیم، علاوش سوز بیوخ شروع میوید. راست میکنیم، تیار میکنیم، همی جایی که علام و سوخت میویم تا 5-6 کسه یا تا در دوغ میمونم تا میگیریم میبندیم، پر میکنیم، چهلکه میکنیم، برنده را روغن میکنیم، قپوده میگیریم، پر میکنیم. اولاد ما همش استا گذشتگی هست. وقتی که سال 79 سال به آرمیا دعوت کردن منو، بعد آرمیا آمدم، همه کارهای با بگی پدرم مقصد اولاد خودمون همه کارمو سایقل دادیم و خواستیم که به مردم خدمت کنیم، برای که مردم در این کار بسیار نیازمندن و طلب این چیزها بسیارن و همه چیزا من خواستم که با ای خدم نقشبندی کنم، مقصد ایجاد کنم، چند نمود دیگه ایجاد کردم و خلق خدمت کرده ایزم. طبق تروش ما تقدیر شو بسیار استوی خوب است، بهترین استو است، بهترین توقع را همین استو تقدیم میتروشن. خیلی شاگردای خوبم داره، شاگردای خوبم تیار کرده ایستوده است. خیلی بگیم که یک کسبی بابیگی شد. کلانترین طبقه که ما 2013 در ناحیه نورآباد یک نوروزی گذشت، جناب والی خودش هم در همینجا مقصد آمده بود، 135 بود، 135 بود. هوای هم خوزی در موزه هم طبقه من کلانترین طبقه که 133 هست. بعد سوچی را بردنم، طبقه قطعی چند قدر مقصد نمایش دادیم. مخصوص مردم این جماعت دهات بسیار مردم هنرمند هستند، هنرمندان بهترین نوعی از جمله طبق تراشون، تیرزه تراشون، استای آهنگران، اکثرا یک قسم پهلوانای خوبی نوعی هم نیست از همین جماعت مهرآباد هستند. همچنین دانشمندان زیاد هم دارد. همین آدمی که صبر داشته باشه و در همین کار شوق داشته باشه، همین کاری نازک، کاری قینه، بعد همین قوای جسمانی در بسیار صرف میشه. بسیار آدم این کار نمیکنه، این کار میکنه بسش میکنه. چندین شاگردا برآوردم، فقط یک شاگردی اساسی هم که در دوشنبه در چی است در فابریکه های هوای همین کار با کلا گرفت. یا 3 شاگرد دیگه که برآوردم این کار کردن، استانوک راست کردن، دیگه کار نکردن.
чормағза бибари 1 сол бестаку сирх меояд, сафедиш гум мешавад, беҳа табак хушрӯ меояд, ё ки тай чалш мекунӣ вайам зур меояд, беҳад мустаҳкам меояд, баъд ба зеб меояд, гилш мебарояд. ай таб вақте ки бибарӣ биёрӣ битрошӣ хеле ранги ба сифат намеояда. ман бисёре ҳамо одамое ки мисол ҳами чиза мехаранд мегӯм ки агар ба шарте ягон ҷога дошта бошад дар дуруни намакҳо бимонаш, дар дуруни ои намакҳо ё ки бичӯшонаш беҳад хуб мешавад, барое ки ҳамин намак дар ҳамин вуҷуди табақ ки медроя мешина, вай қоқира дӯст намедорад намак, ҳама вақт намнокай. вақте ки намак ҳамин табақ намнок боша каҷала намешавад, намекафад. вақте ки мисол ҳамунрам дар афтоб мониш ё ки хонаи гарм дар бимониш агар аҳамият натӣ мекафавад, набоша намекафад табақ. агар дар коса бихӯрӣ сер намекунӣ, дар табақ бихӯрӣ ҳам ба лаззатай, ҳам ба ҳазур мехӯрӣ. маззаш дига айда, хеле ки мисол коса, ай косада табақ хеле болаззата. не ки фақат як табақтарош бошам, треза метарошам ки ҳамин қисмҳои трезаи пластикие ку ҳавай ҳамаша ҷо мекунам дар ҳавай. ҳозир тарошдагӣ тиёр дорам, краска кардагӣ тиёр ҳамаша ҳамин дорам, бод мақсад чирдак мезанам. дар ин корам беҳад дастам устувар. این زوالای ما ای آرد نمک آب قطی وای می شود، تیار می شود. این زوالا را تنگ مینن میبرن، دیگ یا تدیگش میبره میمونه، در دیگ گشنیچ پیاز میدوزن و که جوش آمد با این آش میدوزن و مینن در طبقه میکشن، باز زیادیش آشی او مینن در کوسه میگیرن در میکشن با دوغ. اول همی آچم نشان داد آشی باریک بریدن شه، خیلی همه کاسب نیستن، اول نمیتونی بریدم، خیلی نشید آش کمتر به نمک کردگی بدم ریختگ، خیلی بعد یاد دادگ آچم تونستیم بریده، یاد گرفتیم بریدن شه، حاضر باشه میتونیم کردم میبریم. با گندوشک مینن، دلده و کشک و موچ، دلده با دوغ و دلده با شیر. این آشی باریکه او قطنه کی بعدش نمیکنی و آشی تپشه تنه کی تنگ میکنی. یا او قطنه کی بعد نمیکنی. اکن آشی بریده اهم قدیم هست دادمو. مخصوصا من در خوجگی من هفته یک مرتبه همین آشی بریده را میکنم. یک اوقات بهترین ملی ما است. و یا که همین اردو دخترو و یا با زولا میگیرن میبرن. دادگ و جوش میورن میدوزن با دروای پیشایی با وای شوم چیش میگن لوبی شو لاولون شو بولو اگر وقتی سبزی سبزکاری باشه لوبی وای همه کوچیک بودگی شو همه هم تیور میکنن در پاولوش میپرتن.
قدیم الایون همینجا بود که شغبندی بین همین خونه به خونه همین شغبندی جدا میشید اینش انا جمع شده همون شغلشون بسته ایستادن خونه را یک دیگری جدا کردن کارهای باری نه پیشوی درختان و همون زمین ها را به شیناندن تیار کرده ایستادیم. سمت‌های اساسی زندگی مردمی پیشترای ما بود که شغل، یعنی که این با بریدن همین شپه ها و با بریدن هر گونه بوته هایی که بودن اونها رو میگرفتن. خاصی مردم بودن که یکمش که وای حبلی ها رو از بیرون حیا میکرد. غیر از این یگان چروهای دیگر سبزی داخلی خانه ها را نمیدید که با اونجا رفته اونها را اسراف کند خورد. بعدا برآمدن همین سیمتورها برآمدن که سیمتورها گمان میکنم چه نسبت به اونو خیلی کم فعال بودن، برای اینکه چروها و دیگرها همچنین میدیدن میرفتن گیاها و دیگر اون بوته‌ها و اون چیزایی که سبزی و سسکوریایی که در داخل خوجگی‌های مردم بود اونها رو پایمال میکردن. خانه همون یکدیگری را جدا میکردن که همچون سرحدی همین خانه با این خانه همین شغبندی بود. از قدیم الایون همین ماندگی بود. بی دیگر شغای گوهای مولای زنبورای این هم یک غلکاری ما هم غلا میکاریم بود. مسافتا باندن انا چی دوره مهارت دوره یوشو اگه دیگه با اون سدکای شغل حواسونو به همین چی نکی دیخ همون مسافتا با شغبندی که باندن بسیار بازی میباندن. خوشبختانه با پیشروی جامعه، روز به روز که جامعه در پیشروی است، امروز تمامی مردم جماعت مهربانمند، مردم ناحیه نورآباد برای سبز و خرمگردانی، همچنین برای تازه و آزاده گرداندن کوچه‌ها طریق‌های نو، یعنی که دیوارهای را میکنن که طریق خشتی و طریق سیمین بلوکی دیگر هستند و همچنین با آهن‌ها نیز طریق شیخبندی رو عوض کردن که بسیار راههای خوب است. همچنین زیبیده است، البته زیبیده است، یکی با وابسته به پیشروی جامعه، با پیشروی ساختار و با پیشروی زندگی مردم تقاضای زمان است که ما اونها رو با چیزهای نو عوض کنیم و رنگ بردیم. شکرانه همین فضای خوب و نیک اقدام و دستورهای جناب بیالی را پیشوای ملت ما دستور کردگیم. در همین جماعت در با مناسبت 35 سالگی 36 объект иншоотои маишӣ ро ба истифода додем. имсол якчанд объектҳои нав сар кардем, иншоотҳои нав сар кардем. масалан дар қишлоқи дегаи як майдончаи замонавӣ сар кардем ки бисёр аҷоиб меояд. боз дар ҳамон ҷо як ғора барои рафтани талабаҳо 30 метр кӯприки ҳавоӣ ҳамин рӯз кора сар карданд. боз дар дигар қишлоқҳо дорем объектҳои нотамом дар Тегирмӣ, дар Севак, майдончаи спортӣ, магазин, хайр, китобхона сохта истодем, сартарошхона сохта истоданд мардум. خاک سیاه جان گریف لاله به دامان گریف ایش گریبان گریف از همه سامان گریف خاک سیاه جان گریف لاله به دامان گریف ایش گریبان گریف گفت که نوروز ایش گریبان گریف گفت که نوروز شد ایش گریبان گریف گفت که نوروز شد.